در سرایوو پایتخت بوسنیا در ورزشگاه المپی با پیشواز سفر یک روزه پاپ روم فرانسیس آخرین آمادگی‌ها گرفته می‌شود. پاپ روم روز 6 ایون از سرایوو بازدید کرده در ورزشگاه المپی برای صلح و مکالمه بین دین‌ها دعا می‌کند. انتظار می‌رود حدود 50,000 نفر برای شنیدن موعظه پاپ در ورزشگاه جمع شوند. یک زنگوله در خلوت همسایه به شرف سفر پاپ روم ساخته شده را کاردینال بوسنیا تقدیس کرد و آن را در ورزشگاه سرایوو گذاشت. در بنو در شمال و غرب پاکستان خیمه‌زاری را که مردم بیجا شده از منطقه‌های قبیله‌نشین وزیرستان شمالی به سر میبرند سوختار فرا گرفت. بنا به خبرها در این آفت 2 زن زخمی شده‌اند. عملیات نظامی سال گذشته علیه جنگیان طالبان در وزیرستان شمالی باعث بیجا شدن حدود 1 میلیون نفر شده است. همچنین در پاکستان ساکنان پایتخت شهر اسلام آباد نخستین سفر با اتوبوس نو جمعیتی را که پایتخت را با شهر ردیفش راولپیندی می‌پیوندد تجلیل کردند. این شبکه 500 میلیون دلاری که ایستگاه‌ها و راه‌ها و پل‌های علاهیده خودش را دارد رسما روز 4 ایون باز شد. در رسم گشایش این شبکه سروزیر پاکستان نواز شریف شرکت داشت. در بیشکک پایتخت قرقیزستان اعضای یک حزب قومگرا زیر قطعنامه‌ای که جاری کردن حکم قتل برای افراد متهم به بچه‌بازی یا پدافیلیا را طلب می‌کند امضا جمع می‌آورند. در قرقیزستان در حال حاضر حکم قتل داده نمی‌شود. موردهای افزاینده بدرفتاری‌های جنسی نسبت به کودکان در سال‌های اخیر باعث افزایش نگرانی‌ها و دعوت‌ها به شدیدتر کردن جزا برای چنین جنایت‌ها شده است.